شکست عشقی یکی از دشوارترین چالش‌هاییه که در مسیر زندگی ممکنه برای انسان اتفاق بیفته. فرد فکر میکنه که دیگه چیزی خوشحالش نمیکنه، همه چیز رنگ خاکستری به خودش گرفته و حتی با دیدن کوچکترین جزئیات به یاد روزهای خوش گذشتش میافته. اولین کاری که باید انجام بدی بپذیر این رابطه برای همیشه تموم شده و این حقیقت رو قبول کن. دومین کاری که باید انجام بدی فهرستی از عواملی که اون فرد مناسب شما نبوده رو بنویسین، چرا که در زمان ناراحتی ویژگی‌های خوب اون فرد رو مرور می‌کنی و باعث میشه که بیشتر افسوس بخوری. و مرحله بعدی اینه که عکس‌ها، شماره تماس و موقعیت‌هایی که ممکنه اون فرد رو ببینی، اونها رو حذف کن. برای اینکه شما بتونی زخمت رو التیام ببخشی، باید با اون فرد قطع ارتباط کنی. مرحله بعدی اینه که به جای اینکه به خودت بگی چرا این رابطه تموم شد، به این فکر کن که چطور از حالا به بعد بدون اون فرد میخوای ادامه بدی و اینکه چطور میتونی برای آیندت بهتر برنامه‌ریزی کنی. اینو بدون که همه ما در مسیر زندگی مثل بازیکن‌هایی هستیم که در زمین بازی ممکنه زمین بخوریم و اشتباهاتی انجام بدیم. این اشتباهات باید فرصتی باشه برای یادگیری بیشتر و رشد کردن و اینکه ما هیچ کدوممون از اشتباه کردن مبرا نیستیم.